ممکنه براتون سوال باشه دلیل طراحی کلاج چی میتونه باشه؟ قبل از هر چیزی ممنون میشم با لایک کردن به ما انرژی بدید. همینجور که میدونید سیستم کلاج بین مولد نیرو که میشه مجموعه سیلندر یا موتور و گیربکس قرار گرفته. یعنی نیروی تولید شده از موتور توسط کلاج به گیربکس انتقال پیدا میکنه و گیربکس هم با تعویض دنده نسبت دنده های مختلف ایجاد میکنه تا موتورسیکلت در شرایط مختلف گشتاور و سرعت مناسبی داشته باشه. حالا برای اینکه تعویض دنده در گیربکس به راحتی انجام بشه باید در حین تعویض دنده از موتور یا مولد نیروی انتقال پیدا نکنه تا سرعت شافت ورودی و خروجی گیربکس تقریبا نزدیک هم بشه تا تعویض دنده به راحتی انجام بشه. به زبان ساده کلاج وظیفه قطع و وصل نیروی بین موتور و گیربکس رو داره. سیستم کلاج از 3 بخش اصلی ساخته شده: دیسک و دنده مقابل، چهارشاخ کلاج و صفحه کلاج. این 3 تا مجموعه کلاج رو تشکیل میدن. البته این سیستم یک سری قطعات دیگه هم داره که مهمترینش اینا هستن. دیسک به واسطه دنده مقابل با میلنگ در ارتباطه و چهارشاخ کلاج هم داخل مجموعه دیسک قرار گرفته. وقتی به موتور کلاج میدیم به واسطه اهرم بندی هایی که روی پوسته و چهارشاخ قرار گرفته این مجموعه باز و بست میشه. یعنی وقتی ما کلاج میگیریم صفحه از هم دور میشن و نمیتونن قدرت رو به شافت ورودی انتقال بدن و برعکس زمانی که کلاج رو آزاد میکنیم میلنگ قدرت رو به شافت ورودی انتقال میده. این یه توضیح کلی در مورد نحوه کارکرد کلاج بود. ما 0 تا 100 موتورسیکلت رو در